این ماجرا خیلی وقت پیش برای دایی مادرم قبل از انقلاب و زمان شاه رخ داد. این ماجرا رو از زبون دایی مادرم تعریف میکنم. یه روز زمستونی بعد از کلی خواهش و التماس از فرمانده گردان مرخصی چند روزه گرفتم و با خوشحالی به طرف خونه توی روستا حرکت کردم. برای رفتن به روستا ابتدا رفتم ترمینال و بلیت اتوبوس برای تبریز گرفتم. حدود ساعت 7 عصر ماشین حرکت کرد. تمام راه پوشیده از برف بود. تمام مدت توی اتوبوس به روستا و خانواده‌ام فکر می‌کردم که مدت‌ها دور از اونا بودم و چیزی حدود 4 ماه. از یه طرف خوشحال بودم که میرم خونه و از یه طرفم نگران. شاید باید به حرف فرمانده گردان گوش میدادم و توی این روز زمستونی و سرد مرخصی نمی‌گرفتم. نزدیکای سحر بود که اتوبوس به بستان آباد رسید و همونجا از اتوبوس پیاده شدم. هوا خیلی سرد و ابری بود و یواش یواش دونه‌های برف داشت میبارید. با خودم گفتم بهتر برم یه چیزی بخورم بعد راه بیفتم، چون به شدت احساس سرما میکردم. ضمناً باید منتظر مینیبوس میموندم. رفتم طرف قهوه خونه، دیدم زیاد شلوغ نیست. چند دقیقه اونجا نشستم و صبحانه و چای خوردم. بعد از مدتی دیدم بارش برف شدت گرفت. بنابراین فوری ساک و وسایلم رو برداشتم و رفتم به سمت مینیبوس. مینیبوس مثل همیشه منتظر مسافرا بود و این نشون میداد که هنوز جاده بازه. رفتم و سوار شدم. بعد چند دقیقه مینیبوس تقریباً نیمه پر شد. راننده اومد و ماشین رو روشن کرد و حرکت کردیم. روستای ما آخرین روستا تو مسیر بود. توی مسیر روستا بودیم که بارش برف شدت گرفت و برف کولاک میکرد. مینیبوس هم آروم آروم با احتیاط کامل به مسیرش ادامه میداد. مسافرها یکی یکی داشتن پیاده می شدن. من هم خدا خدا می کردم که جاده بسته نشه، چون هر لحظه احساس می کردم که سرعت مینیبوس کم میشه. و بعد 1 ساعت فقط من بودم و 2 نفر دیگه که یهو راننده مینیبوس ماشین رو متوقف کرد و گفت شرمنده دیگه نمیتونم جلوتر از این برم. جاده بسته است. میترسم برم ماشین تو برف گیر کنه. حالا ترس من فقط از برف و کولاک نبود. حالا باید فکر حمله گرگ‌ها رو هم میکردم. بنابراین من و 2 نفر دیگه پیاده شدیم و با پای پیاده به سمت روستامون راه افتادیم. خوشبختانه یکی از همراهام هم مقصدش روستای من بود. اینطوری حداقل 2 نفر بودیم و ترس از حمله گرگ‌ها کمتر میشد. دوست منم خیلی آدم پرحرفی بود و یه ریز در مورد همه چی صحبت میکرد. چاره‌ای نداشتم، باید تحملش میکردم. بالاخره با کلی مشقت کوه‌ها رو پشت سر گذاشتیم. وقتی وارد جاده خود روستا شدیم، شدت بارش برف هم یواش یواش داشت کم میشد و ما بهتر میتونستیم جلومون رو ببینیم. همه درخت‌ها سفید پوش شده بودن و کناره‌های آب رودخونه هم یخ زده بود. احساس میکردم سالهاست که به روستا نیومدم. بعد از نیم ساعت پیاده روی یواش یواش میتونستم زمین‌ها و باغ‌های روستا رو ببینم. دوستم هم که کماکان به حرف زدنش ادامه میداد، ولی من کوچکترین توجهی به حرف اون نداشتم و فقط میخواستم هر چی زودتر به خونه برسم. توی همین افکار غوطه‌ور بودم که یهو اون طرف رودخونه گوشه باغ زنی رو دیدم که داره لباس میشوره. چشمامو تیز کردم تا ببینم اون کیه که توی این برف و کولاک اونم تنهایی داره لباس میشوره. تغییر مسیر دادم و رفتم طرف زن. نگاهم فقط روی اون زن بود و دوستم من فقط داشت حرف میزد. من هرچی فکر کردم دیدم این زن اصلا آشنا نیست و شبیه هیچ کدوم از زنای ده نیست و یه چیزی رو هی داخل آب میکرد بعد میآورد بیرون. با خودم گفتم این چه طرز شستن لباسه. قدمامو تندتر کردم تا ببینم این زنه کیه. دوستم تا دید من سرعت حرکتم رو زیاد کردم و تغییر مسیر دادم، با خنده گفت رحیم خیلی عجله داری، ولی مسیر روستا که از این طرف نیست. ولی من بدون اعتنا به حرف اون به مسیرم و به طرف زنه ادامه دادم و گامهامو سریعتر برمی داشتم. یواش یواش میتونستم اون زنه رو بهتر ببینم. بازم چشمامو تیز کردم. برف مزاحم دیدم میشد. دوباره با دقت نگاه کردم. دیدم زنه یه نوزاد پسر رو که لخت و هیچ لباسی تنش نیست هی داخل آب میکنه و در میاره و با حرص و عصبانیت این کار رو تکرار میکنه. نوزاد بیچاره هم فقط دست و پا میزد و گریه میکرد و داشت خفه میشد. با خودم گفتم این زنه حتما دیوونه است. کدوم مادری دلش میاد همچین بلایی سر بچهش بیاره؟ تا اونجایی که من یادم بود توی روستای ما حتی روستاهای مجاور زن دیوونه نداشتیم. اون زنه همچنان بچه رو داخل آب میکرد و در می آورد. هنوز 40 متری باهاش فاصله داشتم که یهو سرشو بلند کرد و به من خیره شد. منم یک دفعه احساس ترس و وحشت کردم و در جا خشکم زد. وایستادم و دیگه هیچ صدایی رو نمیتونستم بشنوم. انگار کر شدم.
اونم همون جوری با چشمای خیره و درشتش فقط به من نگاه می‌کرد و با یه دستش بچه رو زیر آب نگه داشته بود. انگار یکی توان حرکت رو از من گرفته بود. حتی پلکم نمیتونستم بزنم. انگار کل دنیا یه دفعه صداش قطع شده بود. حتی صدای برف و کولاک و باد هم نمی اومد. به راحتی میتونستم فقط صدای قلبمو بشنوم. بعد 5 یا 6 ثانیه فوری بچه رو از داخل آب کشید بیرون. باورم نمیشد چی دارم میبینم. بچه مثل بچه آدم نبود. چشمای بچه از حدقه زده بود بیرون و با همون حالت داشت به من نگاه میکرد. انگار بچه با اون چشمای ترسناکش التماس میکرد کمکش کنم، ولی من حتی نمیتونستم داد بزنم. انگار یکی داشت صدا و نفسمو خفه میکرد که زنه یهو بچه رو جلوی 2 دستش گرفت و با سرعت فرار کرد طرف داخل باغ. طرز فرار زنه هم عجیب بود. زنه در حالی که 2 دستش رو جلوی صاف گرفته بود بچه رو با سرعت داشت میبرد. بچه هم که روش به طرف من بود با چشمای ترسناکش فقط به من زل زده بود. میتونستم التماسش رو ببینم. من هم فقط به بچه نگاه میکردم، ولی اون به سرعت داشت از من دور میشد و با حالت زل زده نگاه میکرد. تا آخرین جایی که میتونستم و برف و کولاک اجازه میداد با نگاه هم دنبالش کردم. یهو زنه وایساد و سرشو برگردون طرف من. یک لحظه نگام کرد و یک دفعه پرید پشت درخت‌ها. منم همینطور مات و مبهوت فقط نگاه میکردم که با صدای دوستم به خودم اومدم که از دور داد میزد: رحیم چته؟ چرا جواب نمیدی؟ انگار بدنم یهو آزاد شد و میتونستم صدای برف و کولاک و باد رو بشنوم. برگشتم نگاه کردم، دیدم بدون اینکه متوجه شم حدود 40-50 متر با دوستم فاصله گرفتم. به سرعت دویدم طرف دوستم و ماجرا رو بهش گفتم، ولی اون گفت که نه زنی دیده و نه بچه‌ای. با حالت تمسخر و خنده به من گفت معلومه تو ارتش خیلی اذیت میشی. من هم بی تفاوت به حرفای اون راه افتادم، ولی تمام راه فکرم همش اون زنه و اون بچه بود. بعد از حدود 20 دقیقه به خونه رسیدم و از دوستم جدا شدم. در زدم، منتظر بودم که مادرم یا برادرم در رو باز کنن. هوا هم خیلی سرد بود. کمی منتظر موندم، دیدم خبری نشد. دوباره محکم‌تر در زدم که صدای ضعیف پدرم رو شنیدم. پدر در رو باز کرد. تا دیدمش فهمیدم که باز مریض شده. بعد از روبوسی احوال پرسی ازش پرسیدم از داداش و مادر کجان. پدرم گفت چند دقیقه پیش دختر خالت با گریه و زاری اومد و گفت خالت که باردار بود بچه‌ش تو شکم سخت شده و مرده. برای همین مادرت با داداشت رفت خونه خالت. تا اینو شنیدم تنم لرزید و بی اختیار گفتم بچه‌ش پسر بود؟ پدرم گفت آره پسر بود.